امروز یه ربات تلگرامی داریم که بهتون با تبلیغ دیدن پول میده و بهتون توصیه میکنم تا آخر ویدیو من همراه باشین، چون قرار آخر ویدیو 5 تا از بهترین آموزش هایی که براتون گذاشتم واسه کسب درآمد دلاری و ریالی رو بهتون معرفی کنم و به این آموزشاش رو کامل ببینید و درآمدهای میلیونی هم باهاش تجربه کنید. سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ همونجوری که تو اینترو دیدین بهتون گفتم که یه ربات تلگرامی براتون آوردم که با تبلیغ دیدن بهتون پول میده و برداشتش 100%، خیالتون بابت برداشتش راحت باشه. و قراره آخر ویدیو 5 تا از بهترین ویدیوهای کسب درآمدی که براتون ساختم رو بهتون معرفی کنم تا بریم اونها رو استفاده کنیم و بتونید درآمدهای هنگفتی رو باهاش تجربه کنید. فقط قبل از اینکه بریم سراغ آموزش و ویدیو ازتون خواهش میکنم با لایک، کامنت و ساب از ما و کانال خودتون پولدارشه حمایت کنید. نظری، انتقادی، پیشنهادی، هر چی که هست برامون بنویسین. ما همه کامنت ها رو میخونیم و سعی میکنیم روز به روز ویدیوهای با کیفیت تر در اختیار شما عزیزان قرار بدیم. ازتون خواهش میکنم که اگر از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنین، یه کامنت قشنگ برام بذارین که کلی بهم انگیزه میده و کلی کمک هم میکنه و باعث میشه ویدیوام وایرال بشه و سریعتر به مانیتایز شدن نزدیک بشیم. بریم سراغ آموزش. شما وقتی وارد این ربات میشین که مثل همیشه لینکش داخل کامنت اول براتون وجود داره، یعنی اگه همین الان کامنت ها رو باز کنید میتونین کامنت پین شده ای رو ببینین که نوشته لینک ورود به ربات و لینک ورود به ربات و میتونین اسم ربات هم همین بالا سرچ کنین، هر جور که شما راحتین همون کار رو انجام بدین. گفتم وقتی واردش میشین با یه همچین صفحه مواجه میشین. یه دیلی ریوارد داره که 2 ساعت و 40 دقیقه دیگه بهم تعلق میگیره. اینجا یه قسمت تبلیغ داره که من وقتی روش کلیک کنم 250 تا تبلیغ در طول روز میتونیم ببینی که من وقتی روش کلیک میکنم منتظر میشم تا تبلیغم لود بشه. یه بار دیگه روش کلیک میکنم، اگر نشد میرم وی پی ان رو عوض میکنم و میام ادامه ویدیو رو با هم میگیریم. خب لود نشد، من برم وی پی ان رو عوض کنم بیام. خب من وی پی ان رو عوض کردم، برای تست هم یه بار امتحان کردم که ببینم جواب میده، که متوجه شدم جواب میده. الان دوباره میریم روی واچ اد کلیک میکنیم، یه تبلیغ بهمون نمایش داده میشه که من ویدیو رو پاز میکنم الان. خب همونطوری که میبینید تبلیغ تموم شد. اینجا روی زبدر کلیک میکنم و یه کپچا میاره که من الان باید اینجا حلش کنم. آیام هیومن رو میزنم. خب من نمیدونم این چی میگه، به هر موقع هم که ندونستین که چی میگه یا نتونستین کپچا رو حل کنین یه دونه این گزینه پایین هست میزنین و کپچا رو براتون ریفرش میکنه. فکر میکنم میگه که این کلید باید به چه چیزایی ربط داشته باشه که میتونه ماشین ها باشه و باز هم کلیک میکنم. خب همونطوری که میبینید تبلیغ دوم هم انجام شد و به موجودیم اضافه شد. یه چیز جالب دیگه ای هم که داره اینه که حداقل برداشتش خیلی پایینه، یعنی 10 سنته. خیلی ساده میتونین برداشتش رو انجام بدین که حالا موجودی من به حد برداشت رسید حتما ویدیو آموزش برداشتش رو هم براتون میگیرم. منتظر باشین تا اون موقع شما برین فقط تبلیغات رو ببینین. منم سعی میکنم تو همین 2-3 روز موجودیم رو به اون حد برداشت برسونم تا بتونم ویدیو برداشتش هم براتون بگیرم. یه کپی رفرال لینک داره که میتونین لینک رفرالتون از اینجا کپی کنین و واسه دوستانتون به اشتراک بذارین. و یه چیز دیگه ای هم که باید بهتون بگم، شما لحظه‌ای که وارد ربات میشین یه تبلیغ 10 ثانیه‌ای بهتون نشون میده. بعد از تبلیغ 10 ثانیه‌ای دوباره همین کپچا میاد که کپچا رو حل میکنین و وارد صفحه اصلی ربات میشین. این شد پروسه وارد شدن به ربات. خب تو این ربات هیچ چیز دیگه نمیمونه. بریم توی یوتیوب استودیو بهتون یه سری ویدیوها رو معرفی کنم. 5 از بهترین ویدیوها رو بهتون معرفی کنم تا بتونید درآمدهای خیلی هنگفتی رو ازش تجربه کنید. ساب نکردی هنوز؟ همین الان ساب کن، بریم سراغ ادامه ویدیو. اولین چیزی که باید توی درآمدهای دلاری استفاده کنین ولته و باید آموزش کامل ولت رو بلد باشین که این آموزش بهتون کمک میکنه تا بتونین کامل تراس ولت رو یاد بگیرین و بتونین درآمدهای خوبی رو باش تجربه کنین و ریسک نکنین که باعث بشه مالتون از بین بره. دومین آموزشی که میتونم بهتون معرفی کنم 10 تا از بهترین سایت های درآمد دلاری و ریالیه که برین ویدیوشو ببینید و اگر از اون ویدیو حمایت بشه حتما آموزش تک تک اون سایت ها رو بهتون میدم.
یه سایت دیگه هم که میتونم بهتون معرفی کنم، ببینید چیز مهمی که داخل درآمدهای دلاری و ریالی هست زیر مجموعه گیریه که این سایت واقعا بهتون کمک میکنه. سئو کینگ، آموزش سئو کینگ واقعا بهتون کمک میکنه تا بتونین زیر مجموعه بگیرین، اونم به تعدادی که دلتون بخواد. هر مقداری که دلتون بخواد میتونین ازش زیر مجموعه بگیرین. بهترین برنامه ماینینگ هم این برنامه ماینینگ ابریه که تک تک اینا رو سعی میکنم لینکش رو داخل دیسکریپشن براتون بذارم تا بتونید برین آموزش های کاملش رو ببینید. و رسیدیم به گل کار، کیل هاوس. کسایی که کال آف موبایل بازی میکنن دقت کنن که کیل هاوس اول اینکه ایونت های مختلف کال آف موبایل رو برگزار میکنه و بابت برنده شدن توی ایونت ها، بابت کیل گرفتن و بابت خیلی چیزهای دیگه میتونیم درآمدهای میلیونی باش تجربه کنیم، اونم هر روز. و میتونین حتی باش کاستومای مختلف کال آف موبایل رو ببندین، سی پی داخلش سفارش بدین. خیلی برنامه بزرگ و متنوعی و همه کار میتونین باش بکنین، از کسب درآمد تا ارتقای اکانت کال آف موبایلتون و گرفتن سی پی و کاستومای مختلف. این از 5 از بهترین آموزش هامون بود که بهتون توصیه میکنم حتما بریم ببینید، حتما بریم ببینید که از دستش ندین. بی‌نظیرن این آموزش ها. و اینکه یه چیز دیگه هم بهتون بگم، 698 نفریم، 2 تا دیگه نیاز داریم که به 700 تا برسیم. پس ازتون خواهش میکنم که همین الان گزینه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله بغل دستش رو بزنید روی آل که هر موقع هم ویدیو گذاشتیم یوتیوب بهتون خبر بده و بیاین ویدیو ما رو ببینید. و خوشحال میشم که اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، یه کامنت هم برام بذارید تا من متوجه بشم که این ویدیوها رو دوست دارین. علاوه بر این موضوع بهم کمک میکنید تا ویدیوام وایرال بشه و انگیزه خیلی زیادی هم بهم میدین. دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی، فعلا خداحافظ.